با عرض سلام و تبریک سال نو. انشالله که سال خوبی رو در پیش رو داشته باشین. اومدیم با آموزش لیف 6 گوشه که من یه طرفشو بافتم، یه طرفشم با هم میبافیم. اول 6 تا زنجیره میدیم، بعد یه حلقه به وجود میاریم، سه تا زنجیره میزنیم که حکم یه پایه رو داره و 2 تا پایه در کنارش میزنیم. این میشه 3 تا پایه. 3 تا پایه میزنیم، 3 تا زنجیره، 1 2 3. دوباره 3 تا پایه داخل حلقه زنجیریمون میزنیم، 1 2 3. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، 3 تا پایه، 1 2 3. 3 تا زنجیره، 3 تا پایه. این کار رو انقدر ادامه میدیم که این 3 تاییامون بشن 6 تا 3 تایی. این الان 4 تاست. این 3 تایی دیگه میزنیم، دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، 3 تا پایه دیگه، 1 2 3. 3 تا زنجیره آخر رو میزنیم، بعد زنجیرمون رو به پایه اولی که زده بودیم که زنجیره بود وصلش میکنیم. خب عزیزان، اینجا میبینین که من نخو عوض کردم. حالا شما میتونید همون تک رنگ ببافین یا میتونید عین من نختون رو عوض کنید. اینجا نخمون رو برش میزنیم، نخ بنفشمون رو میارم. عزیزان قبلا هم گفتم نخ من تو ویدیوهای قبلیم گفتم نخ من کتانه. نخ کتان نخ ظریفیه، نه لیز بودن نخ ابریشمی رو داره، نه سنگینی نخ کامواره. برای لیفینا خیلی عالیه، برای بافت لیف. قلابم هم شماره 1. اینجا تو این 3 تا زنجیره هایی که ما بین پایه ها زدیم یکیشون رو انتخاب میکنیم و برای پایه زدن 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنیم که حکم یه پایه میشه، یه پایه در کنارش میزنیم میشه 2 تا پایه. حالا 3 تا زنجیره دیگه میزنیم، 2 تا پایه در همون قسمت، در همون حفره میزنیم، 1 2. میرسیم به این 3 تا پایه هایی که زده بودیم. نخو دور قلاب میپیچیم، پایه وسطی رو میگیریم،
نخ رو بینش میکشیم بیرون و یه پایه میزنیم. دوباره نخ رو دور قلاب میپیچیم. تو حفره بعدی 2 تا پایه بلند میزنیم. 3 تا زنجیره میدیم. دوباره 2 تا پایه بلند. دوباره نخ دور قلاب از این 3 تا پایه وسطی رو میگیریم از رو پایمون رو که زدیم. نخ دور قلاب تو حفره بعدی 2 تا پایه بلند میزنیم. این کار رو تا آخر رج ادامه میدیم. خب عزیزان، این رج رو من بافتم، به آخر رج رسیدیم. به زنجیره اولی که زده بودیم به اون وصلش میکنیم که رجمون کامل بشه. بعد به صورت نامرئی اینو میاریم تا به این حفره بین پایه ها برسیم. به حفره اول که رسیدیم 3 تا زنجیره میزنیم. 2 تا پایه بلند کنارش که رو هم میشن 3 تا پایه. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. دوباره 3 تا پایه تو همون حفره میزنیم. خب میایم به این پایه‌ای که از قبل پایه وسط رو گرفته بودیم، یه پایه برجسته زده بودیم، همون پایه رو برجسته میزنیم. حالا میریم به حفره بعدی 3 تا پایه میزنیم. سه تا پایه میزنیم. 1 2 3. 3 تا زنجیره ما بینش میزنیم. دوباره 3 تا پایه تو همون حفره میزنیم. 1 2 3. حالا این پایه برجستمون رو همون سر جای خودش پایه برجسته میزنیم. میریم به حفره بعدی. 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنیم. 3 تا پایه بلند کنار پایه های قبلیمون میزنیم. این کارمون رو ادامه میدیم تا رجمون به پایان برسه. رج سوممون به پایان برسه. خب عزیزان، رج سومم به پایان رسید. حالا اینجا میایم و هم وصل میکنیم که رج سوممون کامل بشه. حالا با دونه های نامرئی خودمون رو به حفره اول میرسونیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم. حالا 4 تا پایه اینجا میزنیم. 1 2 3 4 پایه که با زنجیره قبلیمون هم میشه 4 پایه. 3 تا پایه میزنیم با زنجیره قبلی میشه 4 تا پایه. 3 تا زنجیره ما بینش میزنیم و 4 تا پایه دیگه
در همون حفره ما میزنیم. 1 2 3 4. حالا نخ دور قلاب میپیچیم و این پایه‌ای که برجسته بود رو میبافیم. حالا میریم داخل حفره بعدی و 4 تا پایه بلند میزنیم اینجا. 1 2 3 4. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4. پای برجستمون رو میزنیم. دو حفره بعدی میریم. 1 2 3 4. حالا 3 تا زنجیره میزنیم. دوباره 4 تا پایه بعدی رو میبافیم. همینجوری کارمون رو ادامه میدیم تا رج 4میمونم به پایان برسه. خب همراهان گرامی، رج 4میمونم به پایان رسید. به اولین پای بلندی که زده بودیم به اون وصلش میکنیم که کاملا تموم بشه. دوباره همون کاری که انجام میدادیم، یعنی با پایه های نامرئی قلابمون رو میاریم جلوتر تا به این حفره هایی که داریم برسه. اینجا دوباره 3 تا پایه میزنیم. اینجا پای بلندامون با 3 تا زنجیری که زدیم میشه 5 تا. به 5 تا که رسید 3 تا زنجیره میزنیم. دوباره 5 تا پایه این طرف حفره میزنیم. 1 2 3 4 5. حالا به خاطر اینکه بافتمون داره بلندتر میشه، بزرگتر میشه و حالت جمع به خودش نگیره، یه زنجیره اینجا میزنیم. بعد پای برجستمون رو میبافیم. حالا یه زنجیره دیگه میزنیم و به حفره بعدی وارد میشیم و 5 تا پایه میزنیم. 1 2 3 4 5. حالا 3 تا زنجیره میزنیم. 5 تا پایه بعدی رو میزنیم. 1 2 3 4 5. دوباره یه زنجیره میزنیم و پایه برجستمون رو میبافیم. زنجیره بعدش هم میزنیم. میریم تو حفره بعدی. این کار رو عزیزان ادامه میدیم تا آخر رج، تا رج 5مون تمام بشه. خب رج 5مون هم بافتیم، تمام شد. حالا اینجا با هم وصلش میکنیم که رجمون کامل بشه. ببینید عزیزان، نخ من چون ظریفه
من باید به تعداد بیشتری ببافم که اندازه لیف بشه، ولی اونایی که عزیزانی که با کانوا میبافن همون در حدود اینقدر فکر کنم بس باشه، چون بزرگتر میفته. وقتی بزرگتر میفته دیگه اندازش کامل میشه. حالا ولی چون نخم گفتم که ظریف من باید یک کمی بیشتر، حالا یکی یا 2 رجی بیشتر میبافیم که این یه ذره خودش رو بزرگتر کنه به اندازه یه لیف در بیاد. حالا پایه نامریامون رو میزنیم. به حفره که رسیدیم 3 تا زنجیره میزنیم. اینجا دیگه 6 تا پایه باید باشه که یه زنجیره زدیم. 5 تا پایه هم میزنیم. 3 4 5 6. حالا 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6. یه زنجیره میزنیم. پایه برجستمون رو میبافیم. حالا یه زنجیره دیگه میزنیم و به حفره گل بعدیمون وارد میشیم و 6 تا پایه میزنیم. 1 2 3 4 5 6. 3 تا زنجیره میزنیم و 6 پایه بعدی رو تو همین حفره میزنیم. یه زنجیره میزنیم و پایه برجستمون رو میبافیم. عزیزان این رجا همینجوری ادامه میدیم تا آخر، تا رج ششممون هم کامل بشه. خب عزیزان رج ششم بافتیم. میایم به پایه وصلش میکنیم که کامل بشه. حالا پایه های نامرئیمون رو میزنیم تا به حفره برسیم. ای بابا سه تا زنجیره میزنیم. اینجا 7 تا پایه میزنیم. با زنجیرمون باید 6 تا پایه دیگه بزنیم. 2 تا 3 4 5 6. عزیزان در نظر داشته باشین چون من نخم نازکه تا 7 پایه رسیدم.
ولی با نخ کانوا احتمالا تا همون درجه 5 پایه بسته. ولی خب اینجا الان 2 پایه، این 2 پایه رو ما داریم اضافه میزنیم که این یه ذره بزرگتر بشه. 1 2 3 4 5 6 7. ببینید عزیزان اینجا ما یه زنجیره میزنیم که از جمع شدن این جلوگیری کنیم، جمع شدن گلمون جلوگیری کنیم. ولی اگه مثلا دیدین یه زنجیره کافی نیست، میتونین تا 2 تا زنجیره پیش برین. 2 تا زنجیره میزنیم، بعد پای برجستمون رو میزنیم، دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و به حفره گل بعدیمون وارد میشیم و 7 تا پایه میزنیم. شیش 7 تا پایه رو که زدیم 3 تا زنجیرمون رو میزنیم و 7 تا پایه دیگه تو همون حفره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. حالا 2 تا زنجیره میزنیم، پایه برجستمون رو میبافیم، دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و به حفره گل بعدی رفته و 7 تا پای بلندمون رو میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. 3 تا پایه میزنیم، 3 تا زنجیره میزنم، دوباره 7 تا پایمون رو در کنارش میزنیم. این رجمون هم همینجوری ادامه میدیم تا پایان رجه 7. خب عزیزان رجه 7 هم بافتیم. حالا اینجا وصلش میکنیم. اینجا دیگه این رنگمون رو تمامش میکنیم، قیچی میکنیم. باقی بافتمون رو با رنگ گل مرکزمون که شروع کرده بودیم با اون ادامه میدیم. از تو یکی از این حفره ها نخ میبریم داخل، 3 تا زنجیره میزنیم، سه تا پایه میزنیم، 3 تا زنجیره میزنیم، دوباره 3 تا پایه میزنیم، حالا به تک تک این پایه هایی که زده بودیم بینشون یه دونه پایه بلند میزنیم. بین همه اینا یه پایه بلند میزنیم.
میرسیم به این قسمت که برای پایه برجسته‌مون 2 تا زنجیره زده بودیم. اونایی که 1 زنجیره زده بودن، مثلا کامواشون حالا درشت‌تر بوده، 1 زنجیره زدن یا بافتشون شل‌تر بوده، 1 زنجیره زدن 2 تا پایه اینجا میزنن. و چون من الان خودم 2 تا زنجیره زدم، به خاطر همون 3 تا پایه میزنم. 3 تا پایه اینور، 3 تا پایه هم این طرف. دوباره بین این پایه هامون، بین هر کدومش یه پایه میزنیم. بین تمام پایه ها هر کدومشون یه پایه بلند میزنیم. وقتی به حفره میرسیم 3 تا پایه بلند کنار هم میزنیم. 3 تا زنجیره میدیم، دوباره 3 تا پایه بلند تو همون حفره میزنیم. دوباره بین پایه ها هر کدوم یه پایه بلند میزنیم. این کارمون رو همینجوری ادامه میدیم تا رجمون به پایان برسه. بین زنجیره هایی هم که کنار برجستمون، پایه برجستمون زدیم، گفتم که اگر یه زنجیره زدین 2 تا پایه میزنین، اگر 2 تا زنجیره زدین 3 تا پایه میزنین. خب عزیزان، این رج همینجوری میبافیم تا آخر. خب عزیزان، همینجور که میبینین دور تا دور اینو من بافتم، یه رج بافتم، ولی به خاطر اینکه بخوام یه مقدار بزرگتر بشه الان اینو 2 رج بافتم، اونم باید 2 رج ببافم. حالا اگر شما گفتم که با کانوا ببافین، فکر کنم همون 1 رج کافی باشه، ولی خب اگر زمانی خواستین یه مقدار بزرگتر بشه میتونین این رج آخر رو 2 بار ببافین که ببخشید که یه ذره لیفتون بزرگتر بشه. اینو اینجا وصل میکنیم که رجمون به پایان رسیده باشه. حالا 1 رج دیگه ما میبافیم، همون روی هر پایه یه دونه میزنیم. روی هر پایه بلندمون یه دونه پایه بلند میزنیم. فقط روی این حفره هایی که هستن، روی این حفره ها 3 تا دونه میزنیم. 3 تا میزنیم. زنجیرمون رو دوباره میزنیم، 3 تا زنجیره رو دوباره 3 تای دیگه این طرفش میزنیم که این گوشه هامون خوب بمونه، حالت گردی به خودش نگیره، از حالت گوشه در نیاد. تمام پایه ها رو روشون یه پایه بلندی میزنیم.
پایه هامون رو که زدیم دوباره وقتی به حفره میرسیم سه تا پایه بلند میزنیم، سه تا زنجیر میزنیم، دوباره سه تا پایه بلند میزنیم. نخهای اضافی که هستن اینا رو بین بافت میذاریم که معلوم نشه. عزیزان اینو همینجوری میبافیم تا آخر. بعد میام طرز بافت ساقه لیف رو بهتون یاد بدم. و عزیزان دوراجم بافتیم تمام شد. حالا اینجا میایم اینو وصل میکنیم به هم. رجمون کامل شد. حالا میخوایم دسته لیف رو ببافیم. برای بافت دسته لیف از این گوشه تا این گوشه رو میگیریم برای لیف دسته لیف بافیمون. نخو میکشیم با پایه های نامرئی میبریم تا به این حفره برسونیم. سه تا زنجیر میزنیم میریم بالا. بعد یه پایه تو همون حفرمون میزنیم، دوتا میشه. بعد دیگه رو تمام پایه ها یه پایه بلند میبافیم تا بیایم به حفره بعدیمون برسیم. خب به حفره بعدی که رسیدیم یه پایه میزنیم توش، یه سه تا زنجیر میدیم،
برمیگردیم و پایه هامون رو دوباره همونجوری میبافیم تا هر چقدر که دوست داریم دسته لیفمون بلند باشه. اینو میبافیم تا آخر. خب عزیزان، من اینو بافتم، تموم شد. حالا باید اینا رو با هم وصل کنیم. فقط دقت داشته باشین که این گوشه های برجسته لیفامون رو هم بیفته. میتونین اینا رو با سوزن تگت به هم بچسبونین که تکان نخوره، بعد بدوزین، یا همین جوری که من میبافم دور تا دور همین جوری ادامه بدیم بره. فقط باید مراقب باشین که لیفتون کج دوخته نشه. پای کوتاه میزنیم به هر کدوم از اینا، پایه هایی که هستن 3 تا پایه میزنیم، 3 تا پایه کوتاه میزنیم. همینجوری دور تا دور پای کوتاه میزنیم تا دور تا دور لیفمون دوخته بشه قشنگ. به دور تا دور لیفمون دیگه هر کدوم یه پای کوتاه میزنیم. به این حفره هامون که میرسیم میتونیم یه پای بلند بزنیم. سه تا پای بلند به این حفره ها میزنیم
دوباره پای کوتاه میزنیم. عزیزان اینو دور تا دور میبافیم تا پایان لیف رو میام بهتون نشون بدم. بندینک اینو که بافتیم لیف رو اینجا به پایان میرسونیم، نخشو میبریم. بعد این نخ رو لابلای بافتا قرار میدیم. اضافاتش هم قیچی میکنیم. این شد لیف ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و از این آموزش راضی باشین. لطفا کانال ما رو دنبال کنین، زنگوله کنارمون رو بزنین. انشالله که موفق باشین، سال خوبی رو داشته باشین.